مسئله ساختمان، تجدید و از نوسازی راه‌های دارای اهمیت بین المللی و جمهوریوی و منطقوی از ابتدای سالهای صاحب استقلالی در مد توجه دولت و حکومت کشور قرار داشت و تا هنوز این تدبیر اندیشی ها ادامه دارد. نگهداری حالت راه و شاهراه‌های ماشینگرد جنبه دیگری مسئله می باشد که آن به پیشگیری از برمحل خرابشوی آن مساعدت می نماید. با نظر داشت این مسئله مهم طی زمان صاحب استقلالی کشور در نزد وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات تأسیس داده شد. خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات فعالیت خود را در اساس کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، قانون‌ها و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان، دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، فرمایش و قرارهای وزارت نقلیات و نقشه کاری بر راه مانده بهر نظارت و تنظیم کمپلکس نقلیاتی کارهای معینی را به سامان رسانده است. ساختار مذکور از ابتدای تأسیس تا کنون در سمت نظارت و تنظیم واسطه‌های نقلیات مسافربر، بارکش، اینچنین نگهداری حالت راه‌های اتومبیلگرد و پیشگیری از برمحل ویرانشوی آن و تأمین نمودن خدمت رسانی‌های بخش بار و مسافربری روانه گردیده جهت رشد باثبات ساحه راه و کمونیکاسیا نقش مهم دارد. شعبه نظارت خواجگی راه‌ها سمت مهم فعالیتش اوید نظارت صفت ساختمان‌های راه‌های اتومبیلگرد میباشد که برای سال‌های دراز برای مردم خدماتی با صفت رساند. گذراندن سنجش‌های نظارتی نسبت کارخانه‌هایی که به فعالیت راهسازی مشغولند برای نظارت صفت ساختمان سفربر گردیده اوید حقوق ویرانکنی آشکار گردیده پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده می‌شود. فعلا در قلمرو کشور حدود 30 ایستگاه برکشی عمل می‌کند. نقطه‌های وضع‌چین‌کنی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان در شفت مسیرهای ماشینگرد ساخته شده در آن معاصرترین تجهیزات‌های وزن‌چین‌کنی رقمی خریداری و نصب کرده شده است. خدمات طبق سازشنامه‌های بین‌المللی و کوتای تصدیق گردیده برای سال 2025 با دولت‌های خارجی مدیله رخصتنامه را به انجام رسانده. از دولت‌های خارجی 56066 رخصتنامه‌ها را قبول و برای انجام دادن انتقال بین‌المللی از جانب انتقال دهندگان وطنی 23596 عدد استفاده برده شده است. استفاده بری و نگهداری راه‌های اتومبیلگرد طبق معیارهای مقرر گردیده صنعت‌های معیاری حقوقی امکانیت می‌دهد که مهلت‌های طولانی راه‌ها در حالت خوب تکنیکی به استفاده برندگان خدمت نماید. مثلا شهر وحدت را به پایتخت کشور شهر دوشنبه این شاهراه زیبا و هموار پیوند می‌سازد و از مرکز آن دو مسیر اتومبیلگرد عبور می‌سازد. یکی به سمت فیض‌آباد، نورآباد، رشت، جرگتال، لخش و دیگری به منطقه نورک، کلاب، ولایت مختار کوهستان بدخشان. باعث سرفرازی است که چنین شاهراه و مسیرهای ماشینگرد در زمان صاحب استقلالی کشور تجدید و از نوسازی گردیده است که آن برای حرکت بی خطر و راحت شهروندان در 4 فصل سال مساعدت می نماید. موافق تحلیل‌های خدمات عین زمان در سمت خدمت‌رسانی‌های کمپلکس نقلیاتی 211 عدد کارخانه‌های نقلیاتی اتومبیلی استفاده عموم 2093 عدد نقطه‌های خدمت‌رسانی تکنیکی 41 عدد ترمینال‌های مسافربری 6 عدد ترمینال بارکشانی 67 عدد کارخانه‌های اتومبیلی و 107 عدد کارخانه‌های راه آهن به قید گرفته شده است که فعالیت آنها با اجازتنامه فرا گرفته شده رعایت شرط و طلبات اجازتنامه زیر نظارت قرار دارد. الان از فعالیت بخش راهداری و نقطه‌های برکشی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات حرف خواهیم زد که در مرحله سپری شده سال 2025 چی کارها را به اجرا رسانیدند. باید همه رانندگان به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رعایت کنند که بار واسطه نقلشون
از معیار زیاد نباشد. در هنگام زیاد بودن معیار بار واسطه نقلیات از معیار زیاد بودن، ما وای را با پروتکل های قوه مأموری ترتیب داده، بارش را معیار کرده، پروتکل ترتیب داده با مود 311. بعد واسطه نقلیات ما جواب میدیم. برای مثال نقطه‌های وزنچین‌کنی منطقه رشته خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شفت مسیر ماشینگرد دوشنبه وحدت فیض‌آباد رشت و دوشنبه وحدت نورک ساخته شده، در آن مؤثرترین تجهیزات‌های وزنچین‌کنی نصب کرده شده است. فعالیت ناظران خدمات در این نقطه‌ها به طور شبانه روزی به راه مانده شده، در آن نظارتچیان منطقه رشته خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات خدمتبری می‌نمایند. باید یادآور شد که با مقصد پیشگیری از برمحل ویرانشوی راه‌ها همساله از 1 می تا 31 اوگوست قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 779 از 29 دکبر سال 2006 درباره قاعده‌های از راه‌های اتومبیلگرد گذشتن واسطه‌های نقلیات با وزن و اندازه‌هایی که از معیارهای مقرر گردیده زیادند عمل می‌کند. تا 1 سپتامبر سال روان برای حرکت روزانه رانندگان واسطه‌های نقلیات بارکش محدودیت وجود داشت و آنها روزانه از ساعت 10 تا 20 شب در مسیرهای ماشینگرد حرکت نمی‌نمودند. از این به بعد که محدودیت از وقت حرکت رانندگان واسطه‌های نقلیات بارکش و گرانوزن برداشته شد، در این برابر نظارت و سنجش مسئولی نیز به طور شبانه روزی صورت خواهد گرفت. در دوام سال جاری عاید برطرف نمودن کمبودی‌های آشکار گردیده یا واسطه‌های نقلیاتی که از معیارهای مقرر شده بار زیاد میگیرند برخلاف قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تحت رقم 779 میباشند، نسبت حقوق ویران کنندگان ساحه راهداری که از طرف خواه شخصان حقوقی خواه شخصان واقعی میباشد یا که برای ضرر رسانیدن به انشاءات‌های راه از طرف کارمندان شعبه های نظارت خواجگی راه‌های خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات 6897 عدد پروتکل های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است. از حساب همه سمت‌های فعالیت به بودجه جمهوری 14,852,942 سومانی وارد کرده شده است که این نشان دهنده نسبت به سال گذشته 2,089,978 سومانی زیاد بوده 116% را تشکیل می‌دهد. حالا هم گروه ناظران خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در منطقه رشت به طور شبانه روزی روند حرکت، وزن و اندازه واسطه‌های نقلیات بارکش را مورد سنجش قرار می‌دهند. بنا به اطلاع مسئولین ساحه، رانندگانی که از معیار مقرری در بردن واسطه‌های نقلیات زیاد بار گرفتند یا خود برای رعایت نکردن قاعده‌های بارکشانی به اجازتنامه به فعالیت مسافرکشانی مشغول گردیدند، برای رعایت نکردن شرط و طلبات‌های اجازتنامه در اساس کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان چاره‌های قانونی اندیشیده می‌شود. با نظرداشت این مسئله مهم، مخصوصاً رقمی کنونی ساحه نظارت و سنجش و جهت پیشگیری از برمحل خرابشوی مسیرهای اتومبیلگرد از جانب وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در همه نقطه‌های وزنچین‌کنی قلمرو کشور تجهیزات‌های معاصر دینامیکی و رقمی نصب کرده شده است. خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات جهت اجرای فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 22 ایون سال 2023 تحت رقم 586 درباره تدبیرهای وسعت دادن برابرکنی غیر نقدی در نقطه‌های وزنچین‌کنی و گذرگاه‌های سرحدی، تجهیزات ضروری، قبول و پرداخت غیر نقدی، خدمت‌رسانی‌ها از جمله ترمینال‌ها، بانکومات‌ها و دیگر وسیله‌های پرداختی الکترونی نصب و مورد استفاده قرار داده شده است. معین نمودن حجم و وزن بار و برکشی واسطه‌های نقلیات گرانوزن این شب و روز نه سال‌های قبلی را می‌ماند، زیرا رقمی کنونی ساحه و چنین تجهیزات‌های معاصر وزنچین‌کنی کار ناظران را به مراتب سبک گردانیده است. هنگام عبور نقطه برکشی رانندگان به یک بارگی از وزن و اندازه بار و واسطه نقلیات خود آگاه می‌گردند. در صورتی از معیار زیاد بودن بار در بردن واسطه نقلیات حتما از جانب کارمندان خدمات
نسبت راننده با دسترسی طلبات ماده‌های داخلدار کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل مأموری ترتیب داده می شود. همزمان قسماً باری راننده فراورده شده به معیار مطابق گردانیده می شود. بنا به اطلاع مسئولین ساحه، هنگامی که واسطه‌های نقلیات بارکش در چنین تجهیزات‌های معاصر وزنچین‌کنی مورد برکشی قرار می‌گیرند، به یک بارگی اطلاعات و معلومات هر یک واسطه نقلیات وابسته به وزن و اندازه و سرباری‌های آن به مرکزهای اداره‌کنی از جمله وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و دستگاه مرکزی خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات به طور اتوماتیک ارسال می‌گردند. باید قید نمود که ساحه راه و کمونیکاسیا تحت نظارت راهبریت وزارت نقلیات و به واسطه سردار خدمات قرار داشته. من بعد کوشش به خرج داده می شود که در آینده هم واحد نظارت صفت ساختمان راه ها، نگهداری راه ها و در تمام فصل های سال آماده بودن راه های اتومبیلگرد کارها را پرزور نموده واحد برطرف کردن نقصان هایی که در سقف راه به عمل می آید نظارت را جدی نموده در این سمت وظیفه های کسبی خود را اجرا می نمایم. لحاظا به توجه صاحبکاران و شرکت و جمعیت های بارکشانی و رانندگان نقلیات های بارکش می رسانیم که من بعد نیز معیار و طلبات قانون و قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان را رعایت نمایند و در صورت خلاف طلبات عمل کردن آنها از جانب نظارتچیان خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات بازداشت و نسبتشان اسناد حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده می شود و با حکم سود جریمه های وزنین را در پی دارد.